السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و مادران اهل اسلام، الله سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را به راه صراط المستقیم هدایت فرماید و هر یکی ما و شما را از بلاهای زمینی و آسمانی نگهبان باشد. امروز بحر ما یک چند سوالهای از طرف برادران شده است. خواستن که این سوالها را بحر مردم پیشنهاد کنیم. چنان سوالهایی هست که اگر ما و شما چنگ زدنده به این سوالها باشیم، انشاءالله این دنیا و آخرتمان آباد خواهد شد و انشاءالله که این سوالها ما را به خدا نزدیک می کند اگر که ما و شما عمل کننده باشیم. یکم سوال: برادر اهل اسلام، ما در شهر غریبی قرار داریم و از شما خواهش داریم که یک صحبت بحر دختران امروزه کنید که بسیار بی حیا شده اند. نمیتونیم یک زنی با حیا را به زنی گیریم. نیست یکم دختره. چه گفتنی هستم؟ حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که امتان از من در آخر زمان پیدا می شود که لوچ می گردند و مویهای سر خود را به مثل پشت شتر می کنند. این هم همان است، همانی است که 1400 سال پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهر ما گفته بود. های برادر و خواهر، امروز فتنه هست، آخر زمان است، در فتنه شیطان هستیم. سخت احتیاط کنید و برادران میخواهند که زنی با تربیه و با حیا گیرد. خود را با حیا کن. باره با خود سوال میکنی؟ با خود باره سوال میکنی که به مثل خودت زن خداوند به تو نصیب کند؟ آیا همین را میخواهی تو؟ خودت چگونه هستی؟ خودت چگونه گشته هستی؟ آیا میخواهی به مثل خودت خداوند به تو زن نصیب کند؟ هرگز نمیخواهی ها؟ برای همان اول خود را تربیه کن. از کارهای حرام خود را کنار گیر. خود چگونه هستی الله به تو همان گونه زن نصیب میکند. اگر این صدای من و گوش مادران و اپاوا و خواهرها برسند و این سخنها را گوش کنند اما عمل نکنند، باز همان لباس پوشی و باز همان موی سر، والله قسم از چندین ساله بوی بهش به مشام انسان میرسد، به مشام همین زن بدبخت نمیرسد. زنی که شنید و باز همان کار را کرد، چند صد ساله ره بوی بهش به مشامش نمیرسد. و یک بار به دنیا نظر کن که ابدی مانده است. تو هم روز از روزها خواهی رفت، کجا می روی؟ دستی خالی فتنه دنیا می بری؟ های مادری عزیز، از عذاب خدا سخت بترس. امروز به سرت آمده نیست. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم سیر جنت و دوزخ کرد، نگاه کرد که اکثر اهل دوزخ از زن هاست. اکثر اهل دوزخ از زن هاست. مادر جان، با جان خود جبر مکن. این جان از بدنت می رود، باز نزد خدا می روی، معیشت دنیا می بری، راحت دنیا میبری، سر لوچ کنیلش میبری. هر کاری که کردی همون هم میبینی. در زمین چیزی که کردی همون هم میدروی. گناه کردی عذابش میکشی. توبه کن. گناه کردن شرط نیست، توبه کردن شرط است. حالا هم وقتی توبه است. یک قصه را بهر شما پیشنهاد خواهیم کرد که این قصه را شیخ پردیل قصه کرده است. میگوید یک پیرزن یک دختر داشت
بسیار لباس های اوریان داشت بر بدن میکرد، سر لوچ میگشت. پدر بسیار نصیحتش میکرد دخترم این کارا مکن. روز میگه با پدر سفر کردن به دیگر دولت، در داخل سمالیات بگیم بودند و دختر خود گفت ای دخترم ما که به دولت مسلمان ها می رویم، سر و لباس خود را عوض کن، مرا شرمنده مساز. این دختر به پدر چی جواب داد؟ گفت ای موی سفید، مه تلفن من را بگیر، به خدایی که تو ایمان داری، به خدایی که تو را آفریده است، به او زنگ بزن، کنی مرا داخل دوزخ کند، کنی مرا عذابش نشان بدهد، مه زنگ بزن. از خشم، از غضب، ضدیت به سوی خدا، تکبری دعا کرد. گفت خدایا من که علم ندارم به این دخترم چی جواب گویم؟ ساعت از بین گذشت، سمالیات به آن مملکت نزدیک شد و دختر خود را بیدار کرد. دخترش را خواب برده است. گفت دخترم خیز از جا، از جایت خیز، ما نزدیک آمده ایم. 3-4 بار دختر خود را بیدار کرد، دخترش بیدار نشد. نگاه کرد که جان از بدن دختر برآمده است. برادر، خواهر یا اینکه مادر، هرگز گناه میکنی از روی تکبری، از روی خشم گناه مکن. ببین خدا هر یکی ما و شما را به نزد خود میگیرد. این جان در بدن ما و شما امانت است، خواهد گرفت. خداوند دوست می‌دارد جوانی را که در جوانی توبه میکند از آنی که در پیری. و دیگر که پیر شد دیگر قوی ندارد، جایی رفتن نمیتواند، میگوید که بیا سری خود را بزنم. بسیاری از جوانها امروز میگویند که پیر شدیم، بعد نماز میگذاریم، بعد روزه میگیریم، بعد خیر و صدقه میکنیم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در ره طاعت بکوشم، با بوی پیری چندین نوجوانی گذشت به توبه از این دار فانی. میگه ای جوانی خوب، ای جوان تو مگو که من در پیری بعد طاعت و عبادت میکنم. اگر که تو حالا تشنه باشی، هیچگاه تو فردا آب نمی نوشی که همان لحظه آب را می نوشی. حالا هم سری وقت است، توبه کن و به سوی خدا باز کرد. میگه بابوی پیری آرزوی پیری را کرد، اما بیاشیش گذشت رفت، بیاشی رفت. همین خود امتحان است دنیا. هر جوانی که از ما و شما میگذرد، همین برای ما و شما باید که عبرت شود که همون هم در جوانی گذشت. مرگ پیری و یاشی نمیگه، میا بسرت میاد، پشیمانی ندارد عاقبت سود. ما و شما پشیمان میشویم دیگر سود ندارد. هست جوانایی که میگویند که این خود کی است که به ما امر معروف کرده ایستاده است؟ این خود کی است که خود گناهگار است، خود زناکار است، خود دروغگو است؟ بازم میگویم نگو اون کیست، شنو که چی میگد. هست این خیلی انسان ها. الله هر یکی ما و شما را هدایت فرماید. میگذاریم به سوال دوم. برادری از ما خواهش کرده است که برادر امید جان یک نواری کن که بسیاری از برادران ده نماز میگذارند، روزه میگیرند، امر معروف ها را گوش کرده هستند، اما باز دشنام میتیند. مادرت فلان کنم، زنت فلان کنم، اولادت فلان کنم، تو دجال و تو شیطان فلان و بهمدان. های برادر، بازم میگویم والله اون نماز تو نماز نیست،
او روزه تو روزه نیست. مسلمان زبان دشنامته ندارد. مسلمان شخصی را میگویند که او پاک است از همه چیز. نماز میگذارد، روزه میگیرد، دشنام نمیتید، خیر صدقه میکند. امروز مسلمان ها بنام نماز میگذارند، روزه میگیرند، خیر صدقه میکنند، باز دشنام میتیند. هیچ کس حقوق ندارد شخصی را دشنام تید. خواه اگر دجال باشد، خواه اگر شیطان باشد، خواه اگر اون فتنگر باشد، خواه دروغگو باشد. تو بد کردی و من بد گفتم، تو از من چی فرقیتی داری؟ میگه که من بد کردم و تو مرا بد گفتی، از من چی فرقیت داری؟ یک شخصیت هم میبینیم یک کاری بد میکند، باز اون را میگویم که تو بدبختی، تو دجالی، فلان و بهمدان، و باز دشنام میتیم. از او یگان ذره فرقیت نداری، فرقیت نداری. اول خود را یک بار در نزد آینه نشسته نگاه کرده و سخن بگو، با آینه سخن بگو، دشنام بده. یا اینکه خودت را، یک عملهایت را، یک کارهایت را نظر بکن که آیا تو پاک هستی، تو گناهگار نیستی، تو دروغ نمیگویی، تو حقیقت رو نمیخوری، تو زنا نکرده ای، ناس و سیگارت و فلان و بهمدان نکشیده ای. یک بار نظر به خودت کن. بعدن یک شخصیت را دشنامته. های برادر، خودت از فسق و فساد جدا نیستی، خودت یک زیناکار و یک دجال هستی، باز یک شخصیت را حقارت و دشنام میدی. شخصی را دشنامی خوب دادی، بگویی که خداوند این را هدایت فرما، یا که یک دعای نیکی کردی، ملائک در حق تو همان دعا را میکند. اگر در حق یک شخصیت یک دعای بد کردی، ملائک در حق تو همان دعای بد را میکند. دعای ملائک اجابت است. آنها سگ هستند، ز هر سو می جکد سگ بر سر راه، نظر بر سگ مکار آسای الله. آنها سگان امروز هستند، آنها می جکند، ما با آنها نظر نمی کنیم، راه خود را دوام میدیم. امروز زمین نعمت خود را بیرون کرده است. میبینیم چقدر سیری و پوری است، چقدر نعمت ها است. زمین نعمت خود را بیرون کرده است. آخر زمان همین است. به مثل زنهایی که کرته های سطری خود را از تن بدر کرده هستند، همه جای آنها میتابد. به مثل آنها باز هست بدبختان جوانای امروزه که با آنها کلیپ میکنند، با آنها صحبت میکنند، آنها را تماشا میکنند و الله از آن فرقیتی نداری. هر گناهی که همون میکنند در نامه اعمال ما و شما هم کتابت میشود. اگر ما و شما با آنها صحبت کردیم یا اینکه آنها را تماشا کردیم، آنها بدبخت هستند، الله آنها را هدایت کند. این صدها را شما میتوانید بر خاندان خود گذارین تا اینکه مادران ما، خواهران ما از همین چیز با خبر شده و از راه خود برگردند. اگر میخواهی که فرزند خود را زنی خوب، یک زنی قرآن خوان و با تربیتی، از امر معروف ها، از عالم ها برده در خاندان خود گذار، فرزندت گوش کند. چرا این کار رو نمی کنی؟ در خاندان خود کینه های ترکی امروز برآمده است، آن را میگذاری، ساعت ها تماشا میکنند.
کلیپ های بی‌معنی، رپ های بی‌معنی که این انسان را به دوزخ میبرد، اینها را دختری تو پسری تو از سحر تا بگاه نشسته تماشا کرده و گوش میکند. چرا بار امر معروف نمیگذاری در خانه خود که همان دختری تو فرزندی تو شنود و بر جامعه یک فایده بیارد، برای خودت یک فایده بیارد. الله هر یکی ما و شما را نگهبان باشد از این فتنه آخر زمان. اینجا سوال ها بسیار شده هستند، اما هر یکی اینها را در این سبز بحر شما گفته نمیتوانیم، چون که امروز مردم ما امر معروف از نهی منکر میگریزند. اگر 20 مینوت و 30 مینوت اگر همین ثبت ما دوام تید، آن ما را گوش نمیتید، گوش نمی کند، برای آنکه این رپ های حرام، این پریکال های حرام در دل اونها خانه کرده است. فتنه شیطان در دلشون جوش زده هستند، از امر معروف و نهی از منکر میگریزند. بازم دعا میکنیم الله مهربان مادران و خواهران ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت فرماید. بهترین نعمت که این شرم و حیا هست خداوند نصیب گرداند. با دعا باشین شما هم در حق ما میتوانین این صفحه را پهن نموده تا اینکه برادران و مادران و خواهران ما از کار بد باز ایستند.